دروغ و خیانت. یا اگر واقعا کسی بیاد بگه یا علی یا حسین یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم این واقعا مشرک هست، مرتد، خب اولین مرتد، اولین مشرک آقای ابوبکر خلیفه اوله. خب این دیگه ما که نقل نکردیم، در صحیح بخاری جاهای دیگر آقای زینی دهلان در کتاب الدرر السنیه همون اوائلش صفحه 34 میگه پیغمبر اکرم که از دنیا رفته بود، ابوبکر آمد و برگشت گفت به ابی و امی تبت حیا و میتا اذکرنا یا محمد عند ربک. خب این یا محمد گفتن اگر واقعا شرکه، ارتداد داره ولو بعد از رحلت پیغمبر، خب بفرمایید نسبت به این برنامه که آقای زینی دهلان میاره با بررسی سندی و تصحیحش. آقای قزوینی، بازم مرتکب خیانت علمی شدید و دروغ گفتید. چنین روایتی اذکرنا یا محمد عند ربک نه در صحیح بخاری و نه در هیچ کتابی از کتاب‌های حدیثی معتبر اهل سنت وجود ندارد و این دروغی بیش نیست که شما به اهل سنت نسبت می‌دهید، بلکه روایت چنین است: فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ابوبکر رضی الله عنه آمد و پارچه را از صورت مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنار زد و ایشان را بوسید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت، پاک زیستی و پاک از دنیا رفتی. قسم به الله تعالی که جانم در دست اوست که دوبار طعم مرگ را به تو نخواهد چشاند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 6 حدیث 3667. و اگر زینی دهلان در کتاب الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه به این روایت افزوده و آورده است اذکرنا یا محمد عند ربک، جای تعجب نیست، زیرا زینی دهلان هم مانند شما در دروغگویی مهارت خاصی دارد. وانگهی نه زینی دهلان برای اهل سنت حجت است و نه کتابش از مراجع حدیثی و معتبر در نزد اهل سنت است. اگر شما واقعا راست میگویید که این اعتقاد شما درباره توسل صحیح است، پس چرا دلیل از قرآن کریم و یا اقوال ائمه علیهم السلام و یا از احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که با سند صحیح ثابت شده باشد نمی آورید و به روایات دروغین امثال خود متوسل می شوید؟ بگو اگر راست میگویید دلیلتان را عرضه کنید.